13 به در 1401 بود و مردم از صبح زود زدن بیرون. گویا میخواستن تلافی 2 تا 13 به در 99 و 1400 که به دلیل کرونا نتونسته بودن از خونه هاشون برن بیرون و یه جا در بیارن. مردم روز 13 به در رو میزنن به دل طبیعت تا نسیه این روز خاص رو به در کنن. اما نسیه 13 به در 1401 یه خانواده آملی رو بدجور گرفتار کرد. اونا که برای تفریح اطراف روستای حسین آباد لیچکو رو انتخاب کردن، وقتی رسیدن بساط چای و صبحانه رو آماده کردن. بچه‌ها هم سرگرم توپ بازی شدن که توپ بچه‌ها میفته تو زمینای شالی و وقتی برای آوردن توپشون میرن جیغ و داد میکنن و پا به فرار میذارن. بچه‌های 11-12 ساله با جسد ورم کرده و گندیده یه زن جوان وسط زمینای شالی روبرو شدن. دقیقاً آخرین ساعت‌های 13 فروردین 1401 خبر این قتل تو رسانه‌های رسمی اعلام شد و صفدر اسلامی فرمانده انتظامی آمل کشف جسد یک زن جوان تو زمینای شالی روستای حسین آباد لیچکو رو تایید کرد. هویت جسد هم به سرعت شناسایی شد. راضیه شادیفر که نزدیکانش با نام سارا شادیفر میشناختنش. زنی 30 ساله‌ای که از همسرش جدا شده بود و با 2 تا پسر 6 و 12 سالش تو آمل زندگی میکرد. علت قتل هم خفگی اعلام شد و قاتل بی توجه به عواقب جنایت جسد رو همینجوری تو زمینای شالی اطراف شهر رها کرده و رفته. سارا شادیفر مربی فیتنس بود و توی اینستاگرام و فضای مجازی فعالیت‌های زیادی داشت. به همین خاطر وقتی خبر کشته شدنش تو شهر پیچید خیلی‌ها پیگیر شدن که دلیل قتل چی بوده و چرا این اینفلوئنسر معروف کشته شده و از اون مهمتر چه کسی اونو کشته. سارا شادیفر دنبال کننده‌های زیادی تو فضای مجازی داشت. خیلی‌ها میشناختنش. اون توی اینستاگرامش خودش رو مامان علی و سامیار معرفی میکنه که فیتنس تمرین میکنه و محل زندگیش هم آمله. اسم شناسنامه‌ایش هم راضیه بود. اما هم تو فضای مجازی و هم تو باشگاهی که ورزش میکرد به اسم شادی میشناختنش. غروب 13 به در مخصوصا تو شهرهای شمالی پر خبر تصادف و آتش‌سوزی و حادثه و حتی درگیری و این چیزاست. با این حال اون روز خبر قتل سارا شادیفر به سرخط اخبار آمل رسید و رسانه‌های رسمی و محلی خبر رو پوشش دادن و دربارش نوشتن. انگار تمام شهر بسیج شده بودن که قاتل این مادر 30 ساله و معروف پیدا بشه. سارا شادیفر قبل از اینکه به قتل برسه 2 مرتبه ازدواج کرده بود. یه بار تو سن 17 سالگی که پسر اولش یعنی علی حاصل اون ازدواج بود و یه بارم تو سن 23 سالگی که سامیار پسر کوچیکش حاصل ازدواج دوم بود. اما هر 2 بار طلاق گرفته و پسراش رو هم پیش خودش نگه می داشت. سارا به همراه 2 تا پسراش تنها زندگی میکرد و هیچ وابستگی مالی هم به خانواده‌اش نداشت. با مربیگری تو باشگاه و البته فعالیت تو فضای مجازی خرج خودش و 2 تا پسراش رو تأمین میکرد. زندگی سارا شادیفر در عادی ترین حالت ممکن ادامه داشت تا اینکه چند روز مونده به تعطیلات نوروز 401 یه روز بچه‌هاشو میبره خونه مادرش و برای انجام کاری از خونه میره بیرون. و دیگه کسی ازش خبری نداشت تا اینکه جنازه ورم کرده و داغونش روز 13 فروردین 401 تو شالیزارای اطراف آمل پیدا شد. پلیس جنایی و مامورای آگاهی آمل به پرونده ورود کردن و تحقیقات برای پیدا کردن رد و سرنخی از قاتل شروع شد. اما مسئله شک برانگیز تو پرونده که مسیر تحقیقات رو عوض کرد این بود که نزدیک به 20 روز از مفقود شدن سارا میگذشت. اما خانواده‌اش نه سراغ پلیس رفته بودن و نه مفقودیش رو گزارش داده بودن. به همین خاطر تمرکز تحقیقات روی خانواده و نزدیکانش قرار گرفت. پدر و برادر سارا که سعی می‌کردن خودشون رو شوکه شده و ناراحت نشون بدن، مدعی شدن که سارا می‌خواسته یه سفر بره ترکیه و برای همینم پسراشو گذاشته پیش اونا. وقتی هم خبری ازش نشده اونا فکر کردن رفته ترکیه. چون خیلی رابطه خوبی هم با هم نداشتن دیگه پیگیرش نشدن تا اینکه خبر رسیده جنازه سارا پیدا شده. صحبت‌های این پدر و پسر چندان قابل باور نبود.
چون خیلی باورپذیر نیست زنی که بعد از 2 بار طلاق از همه چیش بگذره، یعنی بیخیال مهریه و حق و حقوق قانونی و این چیزا بشه، تنها به خاطر اینکه بچه‌هاش پیشش بمونن، بعد یه دفعه به خاطر یه سفر ترکیه بچه‌هاشو بذاره و بره. در ادامه تحقیقات از دوستان و نزدیکان 2 تا سند و مدرک دیگه هم به دست اومد که شک پلیس به خانواده سارا رو بیشتر کرد. اول اینکه دوستای سارا به پلیس گفتن اون می‌خواسته پسراش رو هم با خودش ببره. حتی بعدتر بلیطاشون هم پیدا شد که سارا قصد رفتن به همراه بچه‌هاشو داشته. مسئله که خانواده‌اش از پلیس مخفی کرده بودن. مورد دوم هم این که روز آخر سارا به همراه برادرش برای خرید ارز به صرافی رفته. حتی دوربینای صرافی هم حضور سارا و برادرش رو توی یه ماشین ثبت کرده. اما بعد از اون دیگه خبری از سارا نشده. با این مدارک و شواهد تازه، برادر سارا به عنوان مظنون به قتل خواهرش احضار شد و تحت بازجویی قرار گرفت. و با اینکه حرفاش پر ضد نقیض بود، اما زیر بار هیچ اتهامی نرفت. اون میگفت با خواهرش اختلاف داشته و سبک زندگی خواهرش رو نمیپسندیده. اما واقعا ازش خبری نداره و نمیدونه از اون روز به بعد کجا رفته و چیکار میکنه. برادر سارا تو بازجویی سعی داره مسیر تحقیقات رو تغییر بده و پای نفر خیالی سومی رو وسط بکشه. جایی که تو بازجویی میگه خواهرم بود ولی آبرو برامون نذاشته بود. آخر سرم تاوان کارای خودشو داد. اون 2 بارش شوهراش طلاق گرفته و تو این اینستاگرام عکسای ناجور از خودش میذاشت. انگشت نمای خلق شده بودیم. یه بار همسایه‌ها به مادرم گفته بودن سارا با عکسای لختی که از خودش میذاره دنبال مشتریه. حتی همسایه‌ها دیده بودن مردای غریبه به خونش رفت و آمد دارن. فکر کنم یکی از همونا بلایی سرش آورده. در شرایطی که حرفای عجیب و غریب داداش سارا ادامه داشت و پلیس هم سند محکمی برای متهم کردنش پیدا نمی‌کرد، پای نفر سوم به این پازل جنایی باز شد. البته نه اون نفر سومی که برادر سارا میگفت. نفر سوم کسی بود که قاتل به اندازه چشماش بهش اطمینان داشت و از او کمک خواسته بود تا با هم جنازه رو سربنیز کنن. وقتی اخبار و حواشی قتل سارا شادیفر تو آمل بالا میگیره و فرمانده انتظامی شهرستان هم خبر میده که به زودی قاتل رو دستگیر میکنن، اون نفر سوم از ترس اینکه جرم سنگینی گردنش رو نگیره به اداره آگاهی مراجعه میکنه و همه چی رو میگه. اون کسی نبود جز دوست صمیمی برادر سارا. درست تو همون روزی که سارا شادیفر به همراه برادرش برای خرید ارز به صرافی میره، برادر میفهمه که تصمیم سارا برای رفتن از ایران و مهاجرت به ترکیه جدیه. باهاش دعواش میشه و سارا رو تو ماشین با پیچیدن روزهای دور گردنش به قتل میرسونه. اما بعد از قتل چون رانندگی بلد نبوده، نیاز داشته یکی بیاد ماشین سارا رو جابجا کنه تا بتونه جنازه رو سربنیز کنه. برای همین بعد از قتل به رفیق صمیمی زنگ میزنه که بیاد و با هم برن جنازه رو یه جایی بندازن. رفیق میاد و کمکش هم میکنه، اما وقتی میبینه داستان بالا گرفته و ممکنه بد جوری گیر کنه، به اداره آگاهی میره و همه چی رو میگه. اون میگه که قتل کار برادر سارا بوده و اونم کمکش کرده که جنازه رو بیرون تو زمینای شالی بندازن. علی به اتهام قتل عمد خواهرش و رفیقش هم به اتهام همکاری در اختفای جسد بازداشت شده و بعد از بازسازی صحنه جنایت و تکمیل پرونده رای دادگاه شدن. اما در ابتدای جلسه دادگاه ولی دم که هم پدر مقتول بود و هم پدر قاتل تو جایگاه حاضر شد و رضایت بدون قید شرط خودش رو اعلام کرد. و همین دلیل قاتل تنها از منظر عمومی جرم 3 سال حبس گرفت و هم دستش هم 2 ماه حبس و جریمه نقدی محکوم شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز عضو کانالمون نشدین با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.